در ولایت غور افغانستان یک زن را با جرم علاقه نامشروع صد شلاق زدند. او را ریش سفیدان و ساکنان محله روز 31 اوگوست در شهر فیروزکوه با قمچین چرمی کتک زدند. مردی که به علاقه نامشروع با این زن گناهکار دانسته شد نیز صد شلاق خورد. شلاقزنی در مظهر عام که در دوران طالبان رایج بود حالا در افغانستان کمتر مشاهده می شود. حکومت مرکزی افغانستان چنین شیوه مجازات را بسیار وقت محکوم می کند. این بار اول است که مقامات ولایت غور از چنین مجازات پشتیبانی کردند. ژورنالیستان مولداوا به نشان اعتراض به حکم زندان ژورنالیست تحقیقاتی آذری خدیجه اسماعیلووا در روبروی سفارت آذربایجان در کشینیاف تظاهرات کردند. دادگاه باکو روز 1 سپتامبر این خبرنگار آذری را با جرائمی که سیاسی خوانده می شود به 7.5 سال زندان محکوم کرد. اعتراضگران گفتند حکم خدیجه اسماعیلووا نه تنها به ژورنالیستان آذری بلکه به همه خبرنگارانی که از جمله در مولداوا درباره فساد می نویسند پیام تهدیدآمیز می رساند. تشکیل دهندگان اعتراض میگویند آنها میخواستند یکدلی خود با اسماعیلووا و افراد دیگری را که برای کارشان زندانی میشوند نمایش دهند. در سربیا سال نو تحصیل آغاز یافت، ولی نه برای هزاران کودک پناهجویی که خانواده‌های آنها از طریق بالکان میخواهند خود را به اروپای غربی برسانند. اینها اکثرا پناهجویان از سوریه و افغانستانند که در انتظار نقلیاتی که آنها را تا مجارستان و کشورهای دیگر اتحادیه اروپا برساند در ایستگاه اتوبوس‌های بلگراد مکان کردند. مقامات سربیا میگویند تنها در 7 ماه اول سال روان 15,000 کودک پناهجویان یا مهاجران از این کشور عبور کردند. حدود 4,000 آنها بدون والدینشان سفر داشتند که آنها را در مقابل حمله ها، گرسنگی و تهدیدهای دیگر در یک حال آسیب پذیر قرار می دهد. آثارخانه ملی بوسنیا را در رسم افتتاحش که به شب نهایی جشنواره موسیقی کلاسیکی راست آمد، صدای آهنگ‌های عالمگیر پر کرد. آثارخانه سرایوا 3 سال باز به دلیل اختلافات سیاسی و کمبود پول بسته بود. ولی قسمت‌های از آثار آن در ماه‌های آخر با شرافت جنبش شهروندی موسوم به من آثارخانه هم در دسترس مردم قرار داشت. این جنبش با هدف احیای آثارخانه 124 ساله سرایوا تأسیس شده است.